دوستای عزیز، یک سلام تقدیم همه‌تون. امروز میخواستم یک چیزی بگویم برای همه ما. یه باور ماست، دید ماست، یعنی نمیخوام یعنی شما را کسی دیگر مجبور بسازم که دید مرا قبول کنه، یا چیزی که ما بگویم نه اینم هر چیزی که خودت میگی اینم واقعیت است. بلکه من میخوام یعنی بیاین یک دفعه بالای اینم گپو فکر کنیم، بیاین فکر کنیم که یعنی ما واقعیت میگم یا کسی دیگر واقعیت میگه، گپ ما راست است و گپ دیگر راست است. بر ما بسیار فرصت اساسی پیش آمده که ما امروز در یه میدان تنها چند گروه هستیم یا اینم قومی هستیم ساده، نه در جنگ دوست داشتیم، نه امروی کسی دیگر جنگیدیم، نه چیز دیگر. داخل افغانستان آل مانده قوم پشتون، قوم تاجیک، قوم هزاره، قوم ازبک، قوم ایماق و امثالی. کل ما آل در هر جا رفته میتونیم. آل ما میتونیم مثلا لوگر بریم، ما میتونیم پکتیا بریم، ما میتونیم جلال آباد و دیگه طرف بریم. ولی از همه دوستان جلال آباد و مثلا پکتیا و لوگر و دیگه جورم تقاضا کنیم که بیاین در ولایات ما را ببینن، بشناسن، امروی هم دیگر گپ بزنیم. تا امروز در مقابل هم دیگر ما جنگیدیم ولی هیچ کدام ما جایی نرسیدیم جز قتل و کشتار، جز بدبختی، جز یک خانواده را ما بینان ساختیم. کسی که یعنی برای یک دو فامیل، یک دو سه نفر روزی حلال آورده بود، یعنی اونم روزی اونا را از دوستشون یا از گلویشون گرفتیم. وای ایران ماندن که ما چی کنیم، کجا بریم. امروز از پیش ما کلگی فرار میکنن. بیاین فرار نکنیم، بیاین همدیگر از نزدیک بشناسیم، با همدیگر گپ بزنیم، بر همدیگر احترام کنیم. ما 40 سال است یا بیشتر از 40 سال است میگیم مرگ بر فلان، مرگ بر فلان. با این مرگ گفتنهای خود ما خود جای نرساندیم، جایی هستیم فعلا که اونم جا بودیم. ولی بیاین بگویم که ما برادر فلان هستیم، فلان برادر ماست. بیاین مثل یک برادر امروی هم دیگر زندگی کنیم. پشتونا واقعا برادر مستن. ای که شما قبول میکنین یا نمیکنین این دلتون، ولی برای من حیث یک افغان، من حیث کسی که ما داخل افغانستان زندگی میکنم و برادرای ما هستن و ما را پذیرفتیم. یه برای ما بسیار جای شرم است، چه برای نسل جوان ما، چه برای بزرگای ما. ترامپ، جو بایدن و امثال یا میخزن میگوین که افغان ها ملت واحد نمیشن، در حالی که یعنی مور خداوند تبارک تعالی در قرآن کریم ملت واحد کسی که مسلمان است و یک ملت است. برشان فرق نمیکنه یعنی تو از افغانستان هستی، تو از ایران هستی، تو از عربستان هستی، یا از روسیه یا از چین و ژاپن و امثال، بلکه ما را ملت واحد خطاب میکنه. مشکلی که یعنی ما افغان ها فعلا داریم، مشکل سوی تفاهم ماست، برداشت های غلط ماست. بیاین اینم برداشت های خود کنار گذاشته در مقابل فارسی زبان، در مقابل پشتو زبان، در مقابل یزبک و هزاره و یا زندگی کنیم. باور کنیم و هم یک وجود ماستن. اگر امروز ما امروز هم دیگر جنگ کنیم، باور کنین یعنی باز اینم وطن ما ضعیف میشه، جنگای داخلی شروع میشه و اینجا ما برنده نمیشیم.
برنده باز کشورهایی میشن که یعنی و شطرنج بازی به دست اونهاست. تو امروز یعنی هم دیگر از طریق تفنگ، از طریق زور، از طریق فشار نظامی شناختیم. بیاین یک روزی از طریق کتاب، از طریق قلم، از طریق تبادل افکار هم دیگر را بشناسیم. جبهه مقاومت شاید لهجه ما فرق میکنه، شاید تلفظ ما فرق کنه، ولی باور کن با می لهجه، با می چیزی که برداشت میکنم، با می چیزی که یعنی ما یاد گرفتیم، اونم با ما لهجه و با ما زبان من میگم. خود ما افسوس چیزی که یعنی امروز ما رنج میده، ما درس نخوندم و کسی نبود که بگویم مثلا برو درس خود بخون، برو اینمی چیزا اینمی جمله را، اینمی لغت اینا با می چیز تلفظ کو، کسی نبود. و من رنج میبرم از اینکه یعنی من میبینم جوانای ما، برادرای ما و مثل ما بسود هستن و رنج میبرن. افغانستان یعنی از لحاظ قدرت، از لحاظ جنگی هیچ کس شکست دادن نتونست، ولی ما همیشه از طریق عدم آگاهی ما شکست مورد دادن. بیاین سطح آگاهی خود با همدیگر بلند ببریم، بیاین همدیگر از زبان همدیگر بشناسیم. زبان خداوند، خود خداوند یعنی در قرآن کریم میگه که ما زبان ها را، رنگ ها و نژاد و فرهنگ ها را به خاطر خلق کردم که یعنی شما همدیگر را بشناسین، تو شما همدیگر را توسط اینمی چیزا بشناسین. ولی بدبختانه یعنی ما شناختن را ماندیم کنار و آمدیم در مقابل همدیگر جنگ میکنیم و جای نرسیدیم. اگر ما امروز، ما افغانا امروز تونستیم سطح آگاهی خود بلند ببریم، میتونیم ما پیروز شویم، میتونیم یعنی نسل آینده خود از خاک بکشیم. یک بار ببینین که بریم طرف پارک، شهر نو، بریم طرف جای دیگه، همگی از ما میگریزه، همگی زیر خیمه زندگی میکنه. برادرای ما، خواهرای ما، مادرای ما اجناس خانه خود فروختن، میخوان یعنی برن جایی که یعنی و آرام باشن. چرا ما نمیشینیم امروی هم دیگر گپ بزنیم و پیش هم دیگر ما آرام باشیم؟ باور کنیم با جنگ جایی نرسیدیم، جایی نرسیدیم. جنگ کل مردم قرضور کرد، کل مردم بی خانمان کرد، کل مردم روانی ساخت، کل مردم در افغانستان تباه شد. ولی میریم در کشور دیگه، باز اونمو مردم، اونمو مردم اما کشور میگه یا افغانایی هستن که وطن خود تباه ساختن، آمدن در وطن ما رو تباه میسازن. این شرم ماست. قبل از این رهبرایی که ما داشتیم، هر رهبری که بود، از هر قومی که بود، برای خود بلند منزل ساخت، برای خود زندگی ساخت، برای خود دلار جمع آوری کرد، برای خود اسب و موتر زری و بلاک و نمیفهم چی ساخت. ولی امروز کلشون فرار کردن. اونمو اسبشون موند، اونمو زندگیشون موند، اما دلارشون موند. اگر امروز ما یعنی کسایی که داخل افغانستان هستیم تنها برای خود زندگی کنیم، باور کنیم که روز اینم زندگی باز از دست ما میره و این چیز برای ما نمیمونه. بیاین سر از تاریخ صرف به خاطر همدیگر، صرف به خاطر شناخت همدیگر، صرف به خاطر اینم نام افغانستان ما دوست همدیگر را بگیریم و این را بسازیم. دیگه تشکر بسیار زیاد از شما عزیزانی که یعنی مرا دیدین، گپ مرا شنیدین، دیگه تشویق میکنین، احترام میکنین.
باور کنیم من زیاد رنج میبرم که یک هم نوی خدا ببینم که او زیر فقر است، زیر ما میشرمم ام نوی ما به خاطر جایلات ما از خانه بیرون رفتن نمیتونم، به خاطر فقر اقتصادی، به خاطر فقر علمی، به خاطر مشکلات دیگه. بازم تشکر بسیار زیاد از شما. و یک چیز نباید فراموش کنم در آخر، یک چیز دیدم، یک متن بود، گفتن نمیتونم یعنی واس کی بود، ولی میگه خداوندی که یعنی انسان ها را خلق کرد با تفنگ به دنیا نیامدن. یگانه چیزی که یعنی امروی خود داشتن نطق زبان بود، عقل بود، سخن بود که ما با سخن بود هم دیگر بشناسیم. ولی خداوند میتونست یعنی ما را با یک تفنگ، با یک شمشیر، با یک گرز، با یک سپر تولد بسازه، چون خداوند توانایی اینمی چیز داره. این دنیا را که ساخت توانایی ایرم میداشت که یعنی برای ما یک نیزه، یک شمشیر، یک تفنگ، یک ثقیل، یک کلاشینکوف، یک پیکو، یک چیز دیگه امروی ما خلق میکرد، به دنیا می آورد، تو برو میگرفتیم تخ 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 دیگه رو میزدیم. ولی این کار نکرد، برای ما زبان داد تو ما امروی زبان خود هم دیگر بشناسیم. برای ما قدرت تفکر داد که ما توسط این قدرت تفکر خود فکر کنیم که کی حق است کی ناحق. خود خداوند میگه که ما بر انسان ها فرصت دادم، اگر هر کسی یعنی اشتباه کنه و ما جانور را بگیرم در ظرف چند سنه در دنیا هیچ کسی دیگه نمیمونه، هیچ جنبنده دیگه در دنیا زنده نمیمونه. بیاین هم دیگر از زبان هم از یعنی از طریق تبادل افکار، تبادل مفکوره، مطالعه، قلم، کتابا بشناسیم. بازم میگم خداوند میتونست ما را بدون تفنگ خلق کنه، یعنی بسیار میبخشین، یعنی امروی تفنگ خلق کنه. میتونست یعنی زمانی که ما به دنیا بیاییم امروی ما یک تفنگ، یک گرز، یک سپر، یک چیز جنگی می بود که جنگ میکردیم، ولی او این کار نکرد. برای ما زبان داد تا ما امروی زبان خود با جانب مقابل خود تبادل افکار داشته باشیم، گپ بزنیم، به توافق برسیم. من رنج میبرم کشورهای خارجی شیر، پلنگ، مور، نهنگ و هر زنده جان دیگر گرفتن و عالی ساختن، ولی ما افغانا بدبختانه یعنی نمیخوایم یعنی با هم دیگر بشینیم میگم نه این انسان نمیشه، این حیوان است. ما هم دیگر جز توین دیگر تا امروز هیچ چیزی نکردیم. بیاین سر از این تاریخ یک بار، یک سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال، یک قرن با هم دیگر تبادل افکار داشته باشیم، بدون جنگ، بدون خونریزی. سلامت. تشکر بسیار زیاد. باز اگر شد یکان روز درد دل باز میکنیم. تشکر بسیار زیاد. دوستان داریم. خدا نگهدارتان. سلامت، سرفراز باشین.